صحبت از رشد 8% میکنیم، یکی از نکاتی که زود مطرح میکنن میگن خب آقا این رشد 8% طبق این آمار این سرمایه رو میخواد، این سرمایه رو از کجا میآورید؟ اولا این رو بدانید که این برای هر رشدی بله یکی از عواملش سرمایه است. یکیش چیست؟ مدیریت. بله با اون مدیریت غلطی که نمیتوانست 200,000 بشکه نفتم به زور بفروشد، شما چه انتظاری نمیتونید داشته باشید. یکیش نیروی انسانی خیلی ارزشمندی است که شما دارید و یکی مهمتر از همه، یکی از بحث‌های مهمتر که اتفاقاً به مدد همین نیروی انسانی که امروز شما هستید و این میتونه حاصل بشه، فناوری‌هایی است که اون موقع میتونه این رو یک بزنگاه تاریخی هستیم. عزیزان ما خیلی وقتا در بزنگاه‌های علمی و فناوری به دلیل اون فسادی که در قاجار و پهلوی و اینها بود غایب بودیم. یعنی زمانی که اونها به مثلا نمیدونم صنعت دسترسی پیدا کردن، به رادیو دسترسی پیدا کردن، به هر موضوع غایب بودید. بعد وقتی که وارد شدن سعی کردن دیگران رو فاصله بدهند، اونها رو اجازه ندند وارد بشوند. دیدید کنوانسیون هایی نوشتن، قراردادهایی نوشتن که دیگه وارد نشوند. امروز شما در یک بزنگاه تاریخی هستید که اتفاقاً این فرصت رو دارید که در این عرصه یک حضور مؤثر قدرتمندانه داشته باشید. در موضوعاتی الان مثلی که شماها دارید کار میکنید، مثل فناوری های مثل نیست که اگر شما در 4 سال آینده در اینجا به موقع وارد نشوید، خب مثلا بگید 4 سال عقب میفتیم. نه، دوباره اونها کنوانسیون ها و محدودیت هایی میذارن که چه بسا شما رو 40 سال عقب بندازن. لذا الان باید شما این رو با قدرت بشناسید، دنبال. این چیزای جالبم توی این دوران اینه که میگن آقا مثلا شما خیلی اینا رو خوندید، خوندن زیاد فایده نداره. یعنی چی فایده نداره؟ اتفاقاً باید رئیس جمهور بداند، برنامه داشته باشد و از اون مهمتر به برنامه اشراف داشته باشد تا بتواند در زمان خودش تصمیم صحیح رو در زمان خودش بگیرد.